بیت الله را تماشا کردن این خودش عبادت است و سوم چهره پدر و مادر را نگاه کردن عبادت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گرد بیت الله یک مسافر قد کمپیر میدید، اینقدر خوشحال میشید. روزی آمد هر درک شنیدید، گفتن یا کجادن؟ گفت حضرت جان اینا یک فرزند داشتن، پدرش پیشداره میکرد، مسجد میآورد، باز مادرش. همون گفتن فرزند از دنیا گذشته است، دیگه یا کسی ندارن مسجد بیارشون و از مسجد ببرشون. حبیب خدا گفتن اگر دنیا وفایی میکرد به فرزند انبیا میکرد، وقتی این را از بین برد ما و شما را از بین میبرد. یکی از قاری ها تا حال زنده هست، گفت من بسیار ثروتمند بودم، شرایط خوب داشتم، پدرم بیمار بود، خانم ده بود، زاره میکرد که بچه‌م مرا خانه خودم ببر. میگه ماشین ده تاب میدادم، گرد همین قشلاق و رایان ها تاوش میدادم، با دوباره خانه خودم میآوردم. پدرم که کمی عقلش شگون کرده بود میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش، خانه مرا دیگه از خانه خودش فرق نمیکرد، لیکن فقط خواهش میکرد که مرا خانه خودم ببر. گفت فقیر شدم دیگه، پدرم میگفت بچه‌م مرا خانه خودم ببر. گفت در یک عربه سوارش میکردم و گرد همون کوچه ها تاوش میدادم، باز دوباره خانه خودم میبرد. میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش. و روزی میگه پدرم دست برداشت، گفت فرزندم خدایا از جمله او فرزندای شوی که روز تو پیش شوی، شاههای دنیا از دنبال تو بروند، پشت تو برن. خنده کردم که من فقیر کجا و شاهها دنبال من رفتم. و روزی میگه قبر همین محمد اسماعیل البخاری را در سمرقند میگه زیارت آمدن، همین اسلام کریموف میگه از بین قاری‌ها مرا گفت تو پیش شو. وقتی میگه ما پیش اسلام کریموف عقب دیگه شاهها آوای دیدم ریخت. میگه رئیس جمهور گفت چرا ناراحت شدی؟ گفت من در دعای پدر خنده کرده بودم، این روز برای اجابتش گفت گریه دارم. من گفتم کجا عقل قطعی قبول نشد که من کی هستم که من پیش برم شاه از عقیده من. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه، میگه در گرد بیت الله یه بچه را دیدم دستاش شله کار نمیکنه. سوالش کردم بچه‌م خیریت است؟ گفت حضرت جان جوان بودم پدرم نصیحت کرد، پدر مزدم، بعد اون مادرم نصیحت کرد، مادر من زدم. با پدر حج آمدیم، پدر طواف میکرد گرد بیت الله و یک دعای عجیب میکرد، خدایا من پیر و ناتوان شدم، من دیگه طاقت ضرب و لطف فرزندم ندارم، همون قوای را در دستش دادی مرا میزنه، خدا جان همون قوا را دستش بگی دیگه مرا نزنه. با مجرد دعای پدر گفت هر دستم ایکار برم. خانه آمد زارش کردم پدر جان یک باره که دیگه حج بریم. در راه آمدیم پدرم از بالای شتر افتاد، از دنیا گذشت. حضرت من تا حال به همین احوال است. ببین میگه از نماز خفتن طواف من کردن تا بامداد دعا کردم، بعد در بامداد دستای من در حرکت درآمد. شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه عجیب قصه میکنه، کدام ما و شما پیش از خواب رفتن یک بارک جایگاه مادر یا پدر میبینیم چه حال داد؟ میگه یکی از علما شب که میخواست خواب بره گفت یک بارک برم جایگاه مادر ما ببینم چه حال است. آمد که مادر خواب از پاکاش پر از چنگ و غبار، خم شدن بریشاش کفای پای مادرش تازه کردن و سحر آمدن خواستن درس بگن. یکی از شاگردا گفتن حضرت شب تهجد خوندی، ذکر کردی، تلاوت قرآن کردی؟ گفتن چرا؟ حضرت جان گفتن خواب دیدیم که ریشات پر از دور و مروارید است، از بریلیانت و سنگ‌های قیمت بها. گفت او خاک کفی پای مادرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز یک صحابه را دید که در ریشاش ملائکه ها بحث دارند. گفت بچه‌م این روز چه عملی خوبی را انجام دادی؟ گفت حضرت جان از کار آمدم، پاکای مادر ما دیدم پر از چنگ و غبارند، خم شدم بر ایشان کفای پاش تازه کردم و آبای دیده حبیب خدا ریختم. و حضرت ابوهریره گفتن حضرت جان آیا قصه جوان شما را ناراحت کرد؟ گفت یا اباهیر نه، گفت کاش گفت مادری من زنده میشی، من به این ریشان میرفتم، گفت کفای پاش تازه میکردم و این ثواب خدا را حاصل میکرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنن، میگه روز حبیب خدا را 62 ساله بود، یعنی یک سال پیش از وفاتش، در یک سرزمین دیدم که حبیب خدا اینقدر ناله کرد که من یگان بار حبیب خدا را نالش ندیده بودم. گریه حبیب خدا تمام صحابه را میگه در گریه آورد. سوالش کردیم که حضرت جان خیریت باشه؟ گفت قبر پدر و مادرم هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر ما شما را توصیه دادن و دعای عجیب هم میخونیم، اللهم اغفر لی و لوالدی، خدا اول خودمون ببخش بعد از آن پدر و مادر. چرا اول خودمون؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش. چرا؟ تا دعای در حق پدر و مادر میکنم قبول شود.
اگر مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول خود خدا ببخش، بعد از اون پدر و مادر ما ببخش. واقعا مادر یک قصه عجیب هم می نویسه صاحب کتاب. روز یک مادر میگه چشم بینا نداشت، چشمش کور بود. هر بار فرزندش آغوش میکرد، فرزندش میگه مادر مرا آغوش نکرد، من شرم میدارم از چشم کوریت. مادر بیچاره زار نال. خب فرزند زن گرفت جدا شد. مادرش شب ممکن این کوچه آمده اول نیو، وقتی من خبرگیری میایی نگو که مادری من هستی که من از چشم کوریت شرم میدارم. مادر فهمید که فرزندش فرزنددار شده است. روز آمد نبیرش آغوش میکرد، باز همین فرزند به سیاست گفت مادر من تو را گفته بودم نیو، فرزندی مرا آغوش نکن، من شرم میکنم. مادر رفتن 7 روز بیمار. گفتن مادر بیمار است، یک بار خبر بگیر. نرفت خبر بگیر و مادر از دنیا گذشت. خبر جنازه هم نآمد. گفتن مادر وصیت‌نامه نوشته. میگه گمان کردم شاید خیلی پول زیاد وصیت‌نامه باشه. آمدم در مکتوب نوشتگی بچم یک سیری است که پنهانی است، من به کسی نگفتم. همین تو روز کودک بودی قلم در دستت بود، در چشم من تو زده بودی و چشم مرا کور کردی. لیکن باری من تو را در حیات نگفتم که بچم ناراحت نشوی. وقتی مادر و پدر پیر میشود دیگر سخنشون نمیفهمی. مادری پیر میگه فرزند نصیحت کرد بچم بیشی. این روز من پیر شدم، من گپ میزنم خطی تو بعضی کلمه های مرا نمیفهمی، ناراحت نشو بچم. زیرا زمانی با تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید، من میفهمیدم. یه روز من افقاد میخورم، لباسام چرکین میکنم، مرا جنجال نکن. زیرا زمانی با تو هم لباسات افلاس میکردی، من میشوشتم و توزه میکردم. بچم این روز مرا گشته نمیتونم، ای دستی مرا کشیده نبر. زیرا زمانی با تو هم راه گشته نمیتونستی، من این قامت بلند خم میکردم، دستای تو را میگرفتم و آغوش میکردم. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی، بچم برای مرگی من گریه نکن، زیرا روز مرگ بالای تو هم میآید. ببین. و مادر میگه نالیشش دردش زیاد شد. فرزند بس شاست آمد گفت نمیشه مادر آواز تفس کنی، تو نالیش داری مرا خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره، نبیرها تا خواب نمیبره. مادر ایزا گفتن میلش. لحظه و ساعتها صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب رفتن و سحر خیستن مادر از دنیا گذشته. فرزند سر منزل قبرستان آمدن، اویلش مکتوب دادن که مردک جان امشب مادر پیش از وفات برای شما مکتوب نوشتن و در مکتوب چه کلمه های عجیب نوشتن. بچه جان تا این روز من هر دعا و هر خواهش از خدا کردم، برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که دیگه طاقت شنیدن آوازی من نداری. امشب آخران خواهشم از خدا، همیشه هم برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جان مرا بگیره که تو آرام خوار آلی، من دیگه تو را ناراحت نکنم. پدر و مادر برای مرگ خود راضی‌اند، اما برای ناراحت شدن من و شما راضی نیستند. و همین خاطر وقتی اومده، وقتی طولانی تون نگیرم، از پروردگار منان دعا بکنیم و خواهش بکنیم. ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن از آدم مظلوم بترسین. اتق دعوت المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب. آدمی که مظلوم است، بیمار هست، از او بترسین، خواه کافر باشد، زیرا بین او بین خدا یگان پرده ای نیست. هر دعای بکنه قبول میکنه. تصور بکن که اگر مادری مظلوم داشته باشید، تصور بکن که اگر پدری مظلوم داشته باشید، چقدر دعای اونا در حق من و شما قبول میشود. به همین خاطر خداوند ظالم نیست، ظلم بکنه. خدا ارحم الراحمین است. لیکن ببین امروز خداوند یک بیماری رو بالا من آورده است که همه من پریشانیم. حتی از پدر دور، از مادر دور، از فرزند، از همسر مسافه میگرفتیم. شاید این کمبودی من و شما بود. شاید از احوال پدرمون بیخبر بودیم، شاید از احوال مادرمون بیخبر بودیم، شاید همسایه های گرسنه داشتیم، شاید یتیم ها و مظلوم ها بود. ما 3-4 نمود افقاد خوردیم و او گرسنه بودن. شاید امو کودکک هایی که لقمه های ماهیات در درون بحرها شدن، همونا از این دنیا گذشتن، رفتن پیش خدا، از من و شما شکایت کردن و پروردگاری بیماری را بالای من و شما آورد. با خدا قهری بودیم، نمازهای خدا را نمیخوندیم، روزهای خدا را نمیگرفتیم، حجای خدا را نمیرفتیم، زکاتهای خدا را نمیدادیم. خدایی که 20 سال 30 سال ما را داد، 1 سالک نداد، در خدا را در پیش همه شکایت کردیم. پس خدا این بلا را بالای سر ما آورد. خدایا ما وقتی از پیش تو صلح کنی آمدیم، ما آشتی شوی آمدیم. خدای چگونه اونو بنده ها دعا کردن این بلا را بالای سر ما آوردی، ما دعا میکنیم خدای بلا را از سر ما بگرد و از سر ما دور بگردونش یا رحمت. خدایا از ما پدر و مادر گذشته باشه، رحمت و مغفرت.
خصوصا از این خاندان. پروردگارا اگر پدر و مادر ما تا حال در سوال و جواب گرفتار باشند، خدای سوال و جوابشون آسان میکنه. اگر قبرشون تاریک باشه روشن میکنه، اگر قبرشون تنگ باشه واسع، و اگر قبرشون چای دوزخ باشه باغ جنت بگردون. خدایا تو خدای مایی، ما راضییم، اما ما هم بنده‌ایت هستیم، تو هم ما راضی باش. خدایا پیغمبر برای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول بکن. خدایا دین اسلام را برای ما آوردی، ما قبول داریم، ما را همچون مسلمان قبول بکن. ارحم الراحمین.